بیشتر مردم به همین حرف نیچه هم اهمیتی نمیدن، چون حقیقته. نیچه خیلی زیبا میگفت بیشتر آدما نمیخوان حقیقت رو بشنون، چون نمیخوان توهماتشون از بین بره. نیچه میگفت افراد کمی واقعا به حقیقت اهمیت میدن، فقط افراد کمی به واقعیت‌ها توجه دارن. بیشتر مردم نگران اینن که خوب به نظر بیان و احساس خوبی داشته باشن. بیشتر مردم به دنبال آسایش و امنیت و قدرت هستن. نیچه میگه هدف اکثر گفتگوها جستجوی حقیقت نیست، بلکه امنیت خودمونه. بیشتر مردم پذیرش یا رد یک واقعیت رو بر اساس حساب کتاب انجام میدن، نه به خاطر اهمیت دادن به حقیقت. ما تنها زمانی حقیقت رو میپذیریم و به دنبالش میگردیم که پیامدهای خوشایندی داشته باشه یا بتونه موقعیت ما رو حفظ کنه. ما در برابر حقیقت‌هایی که آسیب زننده یا ویرانگر هست مقاومت میکنیم. ما فقط به رفاه و آسایش خودمون اهمیت میدیم. مثلا یه نگاه به اطرافیانمون بکنیم در دنیای امروز. مردم واقعا به حقیقت اهمیت میدن یا نه اون چیزی رو میبینن، میشنون، تایید میکنن که در راستای منافع شخصی خودشون باشه؟ اونا بدون تحقیق درباره حقیقت هر چیزی رو دنبال میکنن، هر چیزی که خوشایند اونا باشه و بهشون لذت بده. نیچه میگه مردم در درک واقعیت‌ها بسیار ضعیف هستن، چون فقط به فکر جایگاه خودشون هستن.